عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين الحسن والحسين لما قتل العباس بان الانكسار في وجه الحسين. ربی میگه تا اون ساعت ندیده بودم امام حسین اینجور منقلب باشد. وقتی خبر اول براش آمد یا الله، وقتی خبر اول براش آمد دیدم رنگ صورت ابا عبدالله تغییر کرد. فمشى لمسرعه الحسين وطرفه بين الخيامات وبينه متقسم. به دامن برگرفت آنگه سرش را همی گویید خونین پیکرش را یا الله ابا عبدالله حسین جامان. خدا روزی همتون کنه به نابودی صدام برید ببینید حرم ابوالفضل تا خیمگاه خیلی راه است. این بچه ها به هم امید میدادن الان عمو جان بر میگرده برامون آب میآورد یا الله. یه وقت دیدن آقاشون دارد میاد عمو نیامد دوید و نازدانه جلو آقا رو گرفت صدا زد آجونم عمویم عباس چه شد بابا. صدا زد عزیزم عمود رو کشتن. زینب کبرا خیلی مصیبت دیده بود. داغ جد بزرگوارش مادرش زهرا سلام الله علیها، پدرش امیر المؤمنین وقتی مادر از دنیا رفت و اما میگفت، وقتی پدر از دنیا رفت و ابتا میگفت امام حسن و اخا اما ابوالفضل وقتی خبرش بلا خیمه ها آمد رابی میگه دیدم یک صدای زجه‌ای از همه خیام حرم بلند. یه وقت دیدم دختر امیر المؤمنین از خیمه ها زد بیرون یا الله، پرده خیمه ابوالفضل رو افکن، این دست‌ها روی سر هی صدا میزنه وازی عطا امان از اسیری.
رحمت الله، همون بیانی که خود آقا نسبت میدهند آخر عرض و التماس دعا و اسرع فرستو که امروز